واقعا این چیز خوبه؟ مارشمالو یعنی پنیر ورقی و شیرش آتیش شیر هست. سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون خیلی عالی باشه. امروز حالتون چطوره؟ اومدیم با چند تا آیتم که قراره با این آیتما غذای خوشمزه درست کنیم. تا حالا برای شما پیش اومده که یه نفر چند تا آیتم رو بهتون بده بگی با اینا برای من یه غذای خیلی خوشمزه درست کن؟ برای من همیشه پیش اومده. چجوری پیش اومده؟ من هر موقع داره کابینت رو باز میکنم پیاز، سیب زمینی، سیر گذاشته، میام داره یخچال رو باز میکنم، تخم مرغ، نمیدونم کرفس و یه املت مشتی درست میکنم. خب گوجهش کجا بود؟ گوجه هم میارم دیگه. هر کدوم از ما 3 تا آیتم رو به طرف مقابلمون بدیم که اون یه غذای خوشمزه درست کنه. از اونجایی که من خیلی هنرمند و با استعدادم، مطمئنم غذاهای من خیلی بهتر در میاد. از اونجا که من خیلی با استعدادم، امروز میخوام حالم گرفته بشه. بخند، حالت گرفته است امروز. با سنگ کاغذ قیچی قراره که معلوم کنیم ببینیم کی اولین نفر میتونه چالش رو شروع کنه. کی اول نفر حالش گرفته میشه معلومه. آره معلومه. بیا سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. بیا حالا گرفته است. این 3 تا ایتم اول که باید باش بتر کنی. خب نون توست، آره. عسل، اینو بده من شیر. این نریده اینو بذاری چیز عسل رو پاشی روش بگیرم. اینا رو باید با هم میکس کنی. باید میکس کنی یه چیزی در بیاری توش. یه چی شد؟ نمیدونم دیگه، باید یه کاریش بکنی. نه دیگه، فقط حواست باشه ساده نباشه، باید یه چیزی باشه که باشه. یا اینم برای تو. شکلات صبحانه، نون ساندویجی و ژامبون و گوشت. ببینید چی علیرضا میتونه باش درست کنه. چیز خوشمزه باید باشه. من اینجوری حساب کتاب کردم با تو. چه حساب کتابی؟ مثلا نون توست و شیر و عسل چه چیزی مثلا به ذهن میشه یه چیزای خاصی باش درست کرد. حالا اگه به خودت داده نمیتونستی. آخه نوتلا کسی با ژامبون میخوره؟ دیگه بعد یه چیزی باش خوشمزه درست کنی، به من ربطی نداره. اینم آیتم بعد چیه؟ میخوام بتر کنمش با این نخود فرنگی. نخود فرنگی، تخم مرغ. آره مگه میشه؟ نری اینو چیز کنی قاطی پاتی معمولی چیز ساده درست کنی. اینو بهت گفتم ساده درست، یه چیزی درست میکنی که دل ببره، دلربا باشه. آخه نون، تخم مرغ، نخود فرنگی. آره خیلی عالیه. من چون درنده شدم توی سنگ کاغذ قیچی 3 آیتم بهش میدم، اون میتونه 2 آیتم من بده. با اینا درست کن. اتفاقا باش میشه یه غذای خیلی خوب درست کرد. سیب زمینی، پنیر موزارلا با مارشمالو رو منم گرفتم واسه ولی خب این خب بنظرت میتونی باشه یه چیز خود. تو که با پیاز و سیب زمینی و اینا یه چیز عالی درست میکنی. یه چیز خوب درست کن. میشه، من بودم راحت میتونستم یه چیز خوشمزه درست کنم. خداییش بچه‌ها یه چیزاییه که واقعا راحت میشه یه چیز خوشمزه درست کرد. آره میشه، خیلی خوب میشه. آره فکر کردی خودت تنها؟ این مارشمالو، آره خداییش این مواد خوبیه. با این میشه یه چیز خوبه؟ آره یه چیز خوشمزه راحت. خوبه؟ خوبه؟ اینو بدم بهت. بده همینا خوبه دیگه، همینا رو آوردی بالا. قرار نیست که اینا رو ببری. بچه‌ها دیدن؟ نه واقعا این چیز خوبه. مارشمالو یعنی پنیر ورقی. چقدر عالی. خوب نیست؟ یه چیز خیلی خوشمزه میشه باشه درست کرد.
اومدیم ببینیم کی هنرش بیشتر بوده و طعم بهتری تونسته خلق کنه. خب اولین نفر شما آوردی رو میز، غذا تا اول نفر من بیار، امیدوارم امتحان که اصلا کنم. خوشش نیاد، که حالش گرفته بشه. این که این ساندویچ خوشمزه نوتلایی رو من داشت بگم ژامبون نوتلایی رو بدم تست کنه ببینم چه کار میکنه. با اینکه اصلا دوست ندارم. خیلی هنر به خرج دادم، زدم نوتلا رو واسه ژامبون رو واسط رشته‌ای کردم. خیلی هنر به خرج آره دیگه. بعد خب به هم دیگه سرخشون کردم ببین چی جواب میده. چیز خاصی که توش نریختی؟ نه چیز خاصی توش، برو ببینم چیکار میکنه. نوش جان بمیری چیز طعمشون در حد چیه؟ در حد مثلا کسی که اولین بار فسنجون میخوره. نه طعمش خیلی خوبه ولی برای اولین بار یه کمی طعم خاص میده، یه طعم خوب شده؟ جوری میده. واقعا خوب شده؟ آره من دوست داشتم. من گفتم این تو میکشه. آره میدونم تو خیلی چیزی. حالا میخوای تا تهش رو بخوری؟ نه آره بذارشم. خب بریم سراغ اون چیزی که من درست کردم که مطمئنم از این چیزی که علیرضا درست کرده بود طعمش بی‌نظیرتره. این خدمت شما. تو شیرش؟ قاطی شیر هست. قاطی شیر هست میتونی بخوری. یه دسر خوشمزه ناب. نه جدی چیه؟ چیکار کردی؟ توضیح بده اول. شیر رو نونا رو زدم داخل شیر که البته شیر رو طعمدار کردم با شکر و جوز هندی یا جوز هندی. بعد نونا رو زدم داخلش، تو روغن سرخ کردم، بعدم یه عسل روش ریختم. البته این هم بگم که داخل اینستا دیده بودم. خاک بر سر. این بخاطر این گفتم آها یادم اومد. یه چیزی یادم اومد. دیگه به هر حال هنر به خرج دادم دیگه. پشیمون شدم از این که وارد چالش شدی؟ نه این گزینه رو انتخاب کردم. می‌دونستم تو اینستا اینو دیدی؟ خب من نمیدونستم تو من اینستا. که نمیدونستم تو اینو انتخاب کردی. بعد من که نمیدونستم تو اینستا بوده. یادم افتاد که نون توست تو شیر میزد. البته اون با شکلات درست کرد، من الان با عسل درست کردم. چی کار کنم دیگه؟ چطوره؟ ازش چطوره؟ حالا 3 ساعت میخواد زیر لفظی بهش بدی. بیا زیر لفظی رو بهش بده. بله دادین؟ بچه‌ها کامنتاتون رو بزنید. بچه‌ها کامنت‌ها یادتون نره. لایک یادتون نره تا بگم. لایک رو بکنید من میگم. لایک نکنید من نمیگم. شیر کنید، ساب کنید، به خانواده ما بپیوندید، از ما حمایت کنید تا ما اینجوری بریم بالا. بچه‌ها گرده مامان پس شده. واقعا گرده؟ یعنی خیلی خوشمزه است. در حد گرده است؟ دیگه من تست کردم اونجا که تو می‌خوای تست کنی. خب میخوام ببینم چی شده. نخوردم. من گفتم خوشت نمیاد چون از نون توست سرخ کرده علیرضا اصلا خوشش نمیاد. دقیقاً. الان خوب شده؟ عالی. یه دسر عالی. عالی صبحونه میشه برام از 10 چند به من میدی؟ زود. آره از 10 چند به من میدی؟ 8.5. 10 رو بهم نمیدی؟ واقعا که این همه زحمت بکش، این همه تلاش کن. خیلی خوب بسته دیگه. چقدر میخوری؟ خیلی خوشمزه شده آخه. گرسنه‌ام هم هست. خب این یک غذای بی‌نظیر. امیدوارم که معلوم باشه براتون. تخم‌ها رو نونش خوب است. نونش زیرشه دیگه. هنر به خرج دادم عزیزم. بیا ببینم چیکار کردی. به 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 به. واه. اول تخم مرغ رو ریختم تو مایتابه، نون رو انداختم روش، بعد وارونش کردم، بعدم نخود فرنگی ها رو ریختم، یه مقدارم تخم مرغ ریختم روش. شد این. امیدوارم که شوهر جان خوشش بیاد.
عزیزم خب چطوره؟ به من میگن مژده پنج طلا. جدی میفرمایی؟ اینقدر که از خودم تعریف کردم فکر نکنم مامانم موقعی خواستگاران میومد از من تعریف میکرد. خب این چیه؟ داغ نبود؟ معلومه؟ بچه ها میبینین شما؟ نه ببر جلو. خب آخه نور خیلی اونجا زیاده، ما یکم دکورمون رو تغییر دادیم. ببین بزن بهتون بگم چیکار کرده. اومده سیب زمینی رو ریخته داخل ته ظرف. اگه تونستی حدس بزنی. بعد پنیر رو روش ریخته، بعدش هم مارشمالو روش ریخته. از کجا فهمیدی؟ خب تابلو دیگه به من میگن یه آشپز حرفه‌ای. میتونی ببری جلو؟ آها نریز. روغنش آی خونمو بریم. به 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 به. خب سیب زمینی با مارشمالو خیلی خوشمزه شده. خیلی با پنیر. شیرینی شدفه داره آدمو میزنه، چون اول مارشمالو اومد دهنم. خب بعد ولی تهش که مزه پنیر رو میداد چسبیده بهش. خب یه جور دیگه درستش میکردی بچه امتیازش بدینا. من چیز میگم دیگه، این کاری که من میکنم حرفه‌ای ام، کسی نمیتونه چیز کنم. به خاطر همین خب خیلی عالی شده. من مطمئنم که خیلی عالی شده. از رنگش خوشم میاد. چطوره؟ خوبه؟ نه اگه مارشمالو نبود بهتر بود. بدون مارشمالو خوشمزه تره. جدی؟ اینو که خودم میدونم اون تاثیر مارشمالو بعد توش بدونی چجوره. پنیر پیتزا با مارشمالو با هم دیگه همخونی داشت؟ نه دوست نداشتم. دوست نداشتی؟ نه. چند؟ 2. اگه 2 که خوبه بس. اصلا خوب درش نیاورد. من می‌خواستم که خوب در نیاد. این که آخرین مارشمالو بود تعریف شده بگم پنیره. توی آیتم قبلی که علیرضا برای من مارشمالو داخل سیب زمینی اینا ریخته بود خیلی نظرم منفی بود و اصلا خوشمزه نشده بود. احسن. حالا تو اون غذایی که من میخواستم درست کنم باز مارشمالو با چیپس بود که تقریبا همونه. همه چی رو که خودش درست میکنه عالیه بی‌نظیره، ولی اونی که من درست کردم افتضاحه. من بحثم سر این نیست که من عالی درست میکنم. میخوام ببینم الان علیرضا نسبت به این آیتم نظرش چیه. آره میریم الان میبینیم نظرتون. بیازم این آیتمت نشون بچه‌ها بده. چه رنگی؟ امیدوارم که پیدا باشه همینجا طرف خودت. احساس میکنم نور به اندازه‌ای زیاده. اشکال نداره دیگه حالا مجبوری. فعلا من بیارم جلو ببینم شما بچه. خب اصلا معلومه. خب امتحان کنم ببینم چیه. چیپس بود با پنیر چدار با چی بهش میگن مارشمالو. داغه؟ خب قرار بود مارشمالو هم باشه امتحان بشه، ستاش با هم جداش کرده اون قسمتی که مارشمالو نداره داره میخوره. آره میدونم زرنگی. آره بچه پایین شهری. بخور دیگه. مارشمالو این قدر قویه که من اومدم پنیر رو پنچاده رو با چیپسی که خوردم خب مزه‌شو میداد. اصلا کلا شیرینیشو زده به این. اگه خودشو بخورم که بذارم. آخه نه میدونین چیه، من چون از اونجایی که میدونم این بدجنسه و سعی میکنه اون قسمت رو نخوره اومدم لابلا کار کردم. راستی لابلاش کار کردم که نتونه زیرش ضربه. قشنگ کردم زیر پنیر که معلوم نباشه. حالا بخور دیگه. الان دیگه صاف و ساده اومدم جلو که بفهمی چقدر صاف و ساده بودی تو. چقدر صاف و ساده بودی تو. خب خب چطوره؟ نمیدونی؟
الکی میگم مگه میشه ندونه من مارشمالو با چی امتحان کنم خب مارشمالو آره وقتی کبابش میکنی خیلی شیرین میشه خیلی تلخ آره تلخ کبابش پخت شده دیگه خیلی شیرین میشه اصلا دل آدمو میزنه این چه نمره ویدیو ما این که منفیه اصلا کلا منفیه من اصلا تست نمیکنم دنبالش رو دیگه بعد که خوشش نه این مارشمالو رو اصلا مخلوط هیچی نکنید خودش اصلا مارشمالو فقط اصلا کلا مارشمالو رو من میدونی چجوری خوب دوست دارم بخورم خیلی هم میخورم کبابی نکرده خب نه کنار شکلات و اینا فکر می‌کنم خوب در نه اصلا افتضاح میشه خیلی شیرین میشه شیرین میشه که میسوزونه اصلا بالا پایینو قشنگ میسوزونه بهتر بسوزونه لایک شیر سابسکرایب یادتون نره کامنتاتون به ما خیلی انرژی میده بعضی از بچه‌ها اومده بودن گفته بودن که چه کامنت های هیتی گیرتون اومده ولی من سعی میکنم از این کامنت ها به نفع خودم استفاده کنم و انتقاداتون واقعا عالی بود ما ناراحت نمیشم تا حدی که توهین آمیز نباشه دوستتون داریم خدا نگهدار